سلام، خوش اومدین به پیجمون. من پارسام اومدم یه توضیح بدم در مورد این گردنبند لاک پشت. این گردنبند پلاکش از یه لاک طبیعی لاک پشت ساخته شده که هر سال این لاک پشت ها وقتی از تخم در میان توسط بیشتر حیوونا خورده میشن، مخصوصا کلاغ، که این مثلا میفته جنازهشون یه گوشه، بعد من میرم ور میدارم و باشون گردنبند درست میکنم. اینجا فقط مثلا همین یه دونه 2 تا پا مونده بود واسه شو دیگه، نه کله داشت نه دست داشت، توش هم تازه خالی بود. من فقط برداشتم با چاقو این پاهاشو تمیز کردم و این کلا ساخته شد همینجوری طبیعی کلا. بعد واسه زنجیرشم این راحت از پاش رد میشه، از این ور میره داخل، از اون ور در میاد. بعد دیگه جوری هم نیست که بچسبه بهش، یا راحت میتونین هر زنجیری دلتون خواست عوض کنین بندازین بهش. بعد انسان هیچ دخالتی توی مرگ این لاک پشت نداشته و این کاملا طبیعی کشته شده. خب اینم از توضیحات. مرسی که تا اینجا همراهمون بودین. اگه لایق دونستین سابسکرایب کنید. ممنونم ازتون. تا ویدیوی بعد، خدا نگهدار.